دوستای عزیزم سلام. بریم که با هم میدون هراپراک ارمنستان رو ببینیم. خب احتمالاً ارمنستان بیاین اینجا رو حتما از نزدیک میبینید و موسیقی زنده هستش، کافه رستوران‌های خیلی قشنگ و مراکز خرید که با هم در ادامه میبینیم. بچه‌ها البته الان خیلی خیلی هوا سرده و برای عید اگر که قصد سفر به اینجا رو دارید حتما با خودتون کلی لباس گرم بیارید. بچه‌ها با این ون‌ها که توی خیابون نورد اونیو هستش میتونیم جای توریستی رو بریم ببینیم. یکی از نمایندگی‌های پوما هم که توی همین خیابون هست ببینیم از نزدیک. مثلا قیمت این کفش با 50% آف که الان خورده حدوداً 32,000 درام هستش، تقریبا میشه بگیم 7 میلیون تومان. مدل های دیگه رو میتونیم ببینیم که حالا اینا کفشای مردونش هستش. به نظرم اسپورت شیکه. ببین خیلی خوشگله. اینم که قیمتش تقریبا 8,509 تومنه. این کفششونم که از نزدیک بخوام بهتون نشون بدم، ببینید یه اسپورت مردونه هم هستش. تقریبا 9 تومن 10 تومن. اینا هم کفشای اسپورت برای خانوما که حدودا این کارشون 6 تومن. ببینین کفشاشون از نزدیک، این کاراشون هم هستن. میبینید این کارشون خب تقریبا 15 تومنه. اینم که خب لباس گرمشون مردونه هاشون هستش. یه سری گرم کن و اینا. بچه تنوع زیاد دارن، بخوام بهتون نشون بدم خیلی زیاد هستش. یه سری مدلاشو من بهتون نشون میدم. ببینید این کارشون هم هست. البته حدوداً با تخفیفی که خورده حدود 20 تومن. İdram. درام؟ İdram. ID Bank İdram Havelvaz. بله. امیدوارم که دوست داشته باشین.